ببینی پسر مردم غزه چی آورد، ببینی خود چی با خاک یکسانشون کرده، همینطور داره ملتشون رو میکشه. اصلا براش اون جنایتکار واقعا مرگ بر اسرائیل نداره و واقعا اون رضا شاه باید بیاد بره فامیل این کشور بشه، بعد این آقا رو ما بخوایم بیاریمش بشه تو ایران حکومت کنه، بعد اسم حکومت ما رو میذارن حکومت تروریستن، نمیدونم آدم کشن، حکومت اسلامی جنایتکاره و هیچ کس راجع به این ملت بدبختی که دارن اینجور کشته میشن زیر دسته بعد به سرشون بیاد تا بفهمن؟ نه، همه میدونن واقعا اسرائیل جنایتکاره و واقعا داره جنایت میکنه و آمریکا پشت این قضیه است. همه این مسئله رو میدونن، سکوت کردن، ولی ما سکوت نکردیم، گفتیم مرگ بر اسرائیل و الان بهونهشون شده چون شما میگفتید مرگ بر اسرائیل ما حمله کردیم به شما. چه چیزی نه، شما اونا میخوان ما رو اینجوری کنن، همین به این وضع بندازن که دارید میبینید. بعدش هم چی؟ اون رضا پهلوی رو بیارن بذارن اینجا، اون آقایی که به خون ما ایرانی ها الان تشنه است و فکر میکنه پدرشو ما کشتیم کردیم زیر قبر، دنبال ارث و میراثش فکر میکنه ایران و همه ایران مال باباشه، فقط بیاد اینجا بخواد به این چیزا برس، دو دستی هم مملکت ما رو بگه بفرمایید آمریکا و اسرائیل بده. بعد اون آقا بیاد فکر میکنن مثلا ما مردم نتونن الان بیان تو خیابون و نتونن صداشون رو به نفع شاهزاده بلند کنن، برای اینکه جمهوری اسلامی میدونه که خطرناکترین چیز برای جمهوری اسلامی اول مردم ایران و بعد حکومت شاهزاده پهلوی خواهد بود. خانم تبری، در این جلسه قراره چه موضوعات و نکاتی مطرح بشه؟ موضوعاتی که ممکنه مطرح بشه همون موضوعاییه که کشورهای خارجی دربارش نگران هستن، یعنی اینکه برنامه شاهزاده اعلان کردن که برای 100 روز اول برنامه دارن، در اون 100 روز البته کسانی رو که در داخل این نظام بودن و در داخل ایران بودن، در دانشگاه ها بودن، در زندان ها بودن، ازشون دعوت خواهد شد که همکاری بکنن، اونهایی که دستشون به خون مردم ها کشته نیست همکاری بکنن و اونایی که اطلاع دارن بیشتر از وضعیت ایران اطلاع رسانی بکنن و این بسیار بسیار برنامه شایسته‌ایه برای اینکه این تحول، این تغییر به نحو صلح‌آمیزی انجام بشه. البته که باید شاهزاده با قبول اسکورت خارجی، همونطور که وقتی خمینی رو آوردن بیرون هواپیماهای فرانسوی اسکورتشون کردن، شاهزاده هم اگر بخوان روزی تشریف بیارن به ایران باید در جای امنی باشه، باید امنیت ایشون و محافظت از ایشون تأمین بشه. این مسائلیه که راجبش صحبت خواهد شد، چه در جلسه امروز چه بعدها که مشاوران کشورهای مختلف با شاهزاده صحبت میکنن. در ضمن شاهزاده از اینجا به کشورهای دیگه در اروپا خواهند رفت. الان فصلی هستش که همه میخوان بدونن که برنامه شاهزاده چیه. شاهزاده برنامه بسیار منسجمی دارن و این برنامه رو در همه جا اعلان خواهند کرد و تصمیمی در این مورد گرفته خواهد شد. این آقا پیش خودش چی فکر کرده که ما رو به این روز بیاد بندازه با اسرائیل، که بره فامیلش هم بشه، تازه با افتخارم رفته بشه فامیلشون هم شده و با افتخارم میخواد با این آقا حمله کرده به ایران، میخواد برگرده بیاد تو ایران. آخه خدا نابودت کنه انشالله. اگر تو برمی داشتی همون جایی که الان هستی، پشت این بدبختا در می آمدی، پشت این مردم ضعیف و بدبخت دو ناتوان در می آمدی، تو مرگ بر اسرائیل می گفتی، حمایتشون می کردی، این مردمایی که دارن اینجوری کشته میشن و حمایت می کردی، تو روی آمریکا وای میسادی که چرا باعث میشی این مردم ضعیف کشتشن، اینجوری صدا در داری همکاری میکنی. ما مردم ایران دلشون نمیسوخت، تو رو مرد میدیدن، با غیرت و با شرف میدیدن، رو سرشون جا داشتی. ولی الان تو به چه نیتی، به چه خودت چی فکر کردی؟ یه جنایتکاری که تمام دنیا میدونن جنایتکاره، همدست شدی که بیای ایران رو نابود کنی. تو فکر کردی که اگر این کشور جنایتکار که ما یه عمر داریم بهش میگیم مرگ بر اسرائیل، به خاطر اگه با این بری فامیل بشی و بخوای با این هم دستی کنی وارد ایران بشی، مردم دو دستی میگن بفرما؟
تو باعث شدی ایران ما مریض بشه، آمریکا باعث شد ایران مریض بشه. اشکالی نداره، ما ایران رو درمون میکنیم، ایران درمون میشه. شما مریضش کردید، ما ملت کمک میکنیم، ایران رو درمون میکنیم، ایران رو سر پا میکنیم، قوی تر از قبل میشیم. اینو شماها بدونید. هیچ وقت نمیتونید ما رو مثل غزه و فلسطین به سرمون در بیارید و کشورمون رو نابود کنید. ما شده قوی تر بشیم میشیم، ما شده ایران رو سلامت میکنیم و پاورجام کنیم، بلندش میکنیم. الان شما واقعا کمال پستیتون و جنایت کردنتون رو به ما ثابت کردید و ما دیگه به هیچ طریق اجازه نمیدیم که تو بخوای وارد ایران بشی. آمریکا هم باید اینو بدونه، ما ایران رو درمون میکنیم. با این کارش ایرانمون رو مریض کرد، ولی ما درمون میکنیم، ولی کاری باهاش میکنیم نابودش میکنیم. نابود باید بشه، آمریکا و اسرائیل باید نابود بشه. جنایتکار واقعی شما هستید، نه ما. با اون دهن کثیف اسم قاسم سلیمانی رو میاری. آقای سلیمانی کی رو کشت؟ داعشی که شما زیاد کردید وارد ایران کنید. عراق، داعش رو از تو عراق بیرون کرد. یک دونه داعش اجازه نداد وارد خاک ایران بشه. شما با حقه بازی، با کلک اونو کشتید، اون مرد بزرگ رو کشتید. یک آدم با بیگناه و قاسم سلیمانی نکشت. ما الان باید انتقام خون اون مرد رو بگیریم از شما و دفعه آخرت باشه. اونو تروریست و آدم بد میخوای نشون بدی، بعد خودت ببین کنار چه کشوری هستی، از کی داری دفاع میکنی. اون وقت اون آدم مرد بود. هنوزم که هنوزه اون تو قبرستون میترسی روحش بلند شه بیاد خرخرت اونو به جوه، اسمش میاد، اون اسرائیل میلرزه به خودش. توجه کنید. بیش از 1000 نفر و صدها هزار نفر رو در خاور میانه و در سراسر جهان به واسطه نتیجه مستقیم نفرت و عملیات از جمله ژنرال اونها قاسم سلیمانی کشته شدند. من مدت‌ها پیش تصمیم گرفتم که اجازه نمیدم این اتفاق ادامه پیدا کنه. میخوام سپاسگزاری کنم و تبریک بگم به آقای نخست وزیر بیبی نتانیاهو. تیمی مثل او با ما همکاری با این نزدیکی و خوبی نداشته. به اتفاق هم این حمله علیه اسرائیل رو مهار میکنیم. میخوام به ارتش اسرائیل تبریک بگم برای کار عالی که انجام دادن و مهمتر از همه میخوام تبریک بگم به آمریکایی های وطن دوستی که این تسلیحات فوق العاده ما رو امشب به پرواز درآوردن. به همه پرسنل و ماموران ارتش ما تبریک میگم که برای دهه‌ها کسی مشابه اینها رو سراغ نداشته. امیدواریم که در چنین شرایطی به زودی دوباره نیاز به خدمات اونها نداشته باشیم. واقعا امیدوارم. همچنین میخوام به ژنرال دان ریزن کین، رئیس ستاد مشترکمون که فوق العاده است، تبریک بگم و همه ذهن‌های فوق العاده نظامی آمریکا. این وضعیت به این ترتیب ادامه نخواهد یافت، یا صلح خواهد بود یا برای ایران فاجعه‌ای بسیار بزرگتر از چیزی که در 8 روز اخیر شاهد بودیم. به خاطر داشته باشید اهداف زیادی هنوز در ایران باقی موندن. امشب دشوارترین اونها بود به مراتب و شاید مرگبارترین اونها، اما اگر صلح سریع محقق نشه ما به دنبال دیگر اهداف ایران خواهیم رفت با دقت، سرعت و مهارت. خدا لعنتت کنه. ما قاسم سلیمانی رو ما قدرش رو میدونستیم. ما میدونستیم که مرد بزرگیه. همون یک نفر براتون کافی بود. شما با نامردی اونو کشتید. با نامردی کشتید. تشکر میکنی از اسرائیل؟ تشکر میخوای بکنی از افرادی که راحت با نامردی و دروغ و حیله از پشت بیان اونجوری خنجر بزنن و برن؟ داری تشکر میکنی؟ ما مرد و مردونه داعش رو بیرون کرد. اسرائیل از این اسرائیل وحشت داشت. همون یکی نفر دهن اسرائیل رو سرویس کرده بود. همون یکی نفر کافی بود برای ما که دهن تو رو سرویس که با نامردی و با خائن درست کنی دوباره. مثل الان که افغانی ها رو دیدی ما داری میرون میکنیم، اومدی پول دادی و خائنشون کردی، از این ور اومدی دیدی یه مقدار ملت ما با دولت ما یه خورده مشکل داره، سوء استفاده کردی و بریزید بیرون. از طرفی هم قاسم سلیمانی اسم
اسمشو دیگه با اون دهن کثیفت نیار که هنوز میترسی از قبر بیاد بیرون بهت خرخرت و به جوه. ما باید الان انتقام اون قاسم سلیمانی رو تو بگیریم، از توی حرومزاده که اونجوری اومدی از پشت با نامردی و با جاسوس درست کردن و نقشه کشیدن کشتیش. یک نفر رو نشون بده که قاسم سلیمانی بی گناه کشته باشدش. اگر آقای قاسم سلیمانی نبود همه ما الان نابود شده بودیم. هرچی قاچاق فروش و قاچاق افراد بد و قاسم سلیمانی کشت و تو بهت برخورده، به اون میگی جنایتکار، به اون میگی تروریست و خوشحالی را انداختی که اونو کشتی. اون وقت خودت نشستی بغل دست به این اسرائیلی که مرگ بر اسرائیل ما میگیم و میدونی که جنایتکاره، داری همکاری میکنی و بهش دستور میدی که این بلاها رو سر این زنگ میخوای ما رو مثل اونا کنی. تو خاک تو سرت کنن که تو داری ما رو، تو به کی داری میگی جنایتکار؟ تو از همه جنایتکارتری و ما میشیم، ما هر کدوم ما میشیم یک نفر مثل قاسم سلیمانی و یعنی چنان کاری باهات میکنیم که نابود بشی.